خب پس این سازه یک سازه فولادی پیچ و مهره‌ای هستش. همونطور که میدونید ما دو دسته قاب ساختمانی داریم، قاب ساختمانی ساده و قاب خمشی. قاب ساختمانی ساده قابی هستش که اتصالات مفصلی هستن و قاب خمشی منظور اتصالات گیردار هستن. خب همونطور که میدونیم وقتی اتصال یک تیر به یک ستون اتصال مفصل باشه، در واقع ما در محل تکیهگاه عدم کنترل لنگر رو داریم، یعنی سازه نمیتونه لنگر تحمل کنه. پس باید یک المان کمکی به کمک ساختمون بیاد، به کمک اسکلت سازه بیاد که بتونه بارهای خصوصا لرزه‌ای و جانبی رو تحمل کنه. فلسفه وجود مهاربندها و دیوارهای برشی به همین علت هست. حالا بریم تو سیستم قاب خمشی. تو سیستم قاب خمشی اتصال تیر به ستون اتصال گیرداره، یعنی خود تکیهگاه میتونه لنگر تحمل بکنه. حالا سوال، اگه ما در یک پروژه‌ای رفتیم و دیدیم که در اون پروژه دیوار برشی و مهاربند وجود داره، این سازه قاب ساختمانی ساده است یا قاب خمشی؟ جواب نمیدونیم. باید بریم برگاه طراحی و نقشه ها رو پیدا بکنیم و بفهمیم که طراح بر اساس چه اصولی طراحیش رو انجام داده. دوستان، قاب ساختمانی ساده باید در دلش دیوار برشی یا مهاربند جهت تحمل بارهای لرزه‌ای وجود داشته باشه. اما اگر سیستم یک ساختمانی قاب خمشی بود، این به این معنی نیست که چون اتصالاتش اتصالات گیر داره پس ما دیگه نیازی به دیوار برشی و مهاربند نداریم. نه، تکیهگاه در قاب خمشی میتونه بخشی از لنگرها رو تحمل بکنه، بخشی از نیروهای جانبی وارده توسط نیروهای جانبی از جمله زلزله و باد رو در واقع تحمل بکنه. پس ما اگر رفتیم سر یه پروژه‌ای دیدیم هم دیوار برشی داره هم مهاربند داره، لزوما نمیتونیم بگیم پس قاب ساختمانی ساده است. نه، ممکنه قاب خمشی باشه که اتصالاتش برای تحمل لنگر کافی نبوده، نیاز به کمک دیوار برشی و مهاربند داشته. اما در سیستم قاب ساختمانی ساده باید دیوار برشی و مهاربند جهت تحمل نیروهای جانبی وجود داشته باشه. حالا اینجا یه سازه فولادی پیچ و مهره‌ای داره. الان آیا من با نگاه کردن به این اتصالات میتونم تشخیص بدم که تکیهگاه اینجا مفصلیه یا گیر داره؟ خیر، نمیتونم تشخیص بدم. خیلی وقتا بعضی از دوستان، خصوصا کسایی که تازه وارد عمران شدن، فکر میکنن که اتصال مفصلی اون مثلثیه که حالا زیرش هاشور خورده یا دوتا چرخ داره. در بعضی از بازدیدها ما میبینیم که کارآموزها میگن آقا اینجا چرا نه اون مثلثه هست نه اون تکیهگاه گیر داره؟ نکته اینجاست، اونها یک سری نماد شماتیک هستن که مفهوم مفصل یا گیردار بودن رو به ما نشون بدن. الان این اتصال میتونه اتصال گیردار باشه، میتونه مفصل باشه. ممکنه اتصال مفصلی باشه، تکیهگاه مفصلی باشه و شما با اضافه کردن یک مهره و پیچ اضافه تر، یک در واقع پیچ و مهره اضافه تر، اتصال رو از مفصل به گیردار تبدیل کنید. یا ممکنه اتصال گیردار باشه با کم کردن یک پیچ و مهره شما اتصال رو از گیردار به مفصل تبدیل کنید. پس اینا همه طراحی داره که به صورت تخصصی کسایی که در زمینه طراحی فعالیت میکنن این کار رو انجام میدن. این نکته خیلی مهم به شما بگم، این پیچ ها الان اگر در واقع زیر این پیچ رو شما نگاه بکنید، زده پیچ 10 9. میبینید؟ نمیم مشخص هست یا نه، من اینجا دارم میبینم پیچ 10-9 10.9. خب یکی از کارهایی که باید در بحث اجرا، در بحث نظارت خصوصا انجام بشه اینه که ما نقشه ها رو کنترل بکنیم. دوستان در خصوص بستن این پیچ و مهره ها به شدت باید در دیتیل نقشه های اجرایی و نقشه های مصوب دقت به عمل بیاریم.
این پیچ و مهرها در نقشه ها از پایین به بالا بسته شده یا از بالا به پایین. همونطور که می‌بینید اتصال اون چاه تیر به ستون، پیچ و مهرهای اتصال بال پایین تیر به ورق لچکی مرتبط با ستون از بالا به پایین انجام شده، در صورتی که در این تیر از پایین به بالا انجام شده. اینا همه طراحی داره و باید به این نکات دقت بشه. مسئله آخری هم که میتونم اینجا به شما اشاره بکنم این هستش، همونطور که میبینید اشاره شده پیچ 10-9. پیچ 10-9 یعنی چی؟ این 10 نشانه 10,000، یعنی FU F Ultimate 10,000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. یعنی تنش نهایی که این پیچ میتونه تحمل بکنه 10,000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. حالا فلسفه اون دات 9 چیه؟ اون دات 9 یعنی 9/10,000. اگه شما عدد 9/10 رو در 10,000 ضرب بکنید که میشه 9,000، این 9,000 میشه FY F ییلد یا همون تسلیم. پس بنابراین همونطور که ما برای تمام پروفیل های سازمون یک تنش تسلیم و یک تنش نهایی داریم، برای پیچ هامون هم یک تنش تسلیم و یک تنش نهایی داریم. پس بنابراین پیچی که داخلش نوشته شده، روش نوشته شده هک شده 10-9 یعنی FU F Ultimate 10,000 و FY 9/10,000 یعنی 9,000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. پس اگر گفتن پیچی به فرض مثال 10-8 یعنی چی؟ یعنی FUش 10,000 FYش 8/10,000 یعنی 8,000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع.